تو حمله تروریستی که تو چند روز اخیر دوباره تو منطقه کشمیر اتفاق افتاد، کشمیر هند، مجددا شرایط بین هند و پاکستان به هم ریخت و دو طرف دارن مواضع خیلی سختگیرانه‌ای رو نسبت به همدیگه میگیرن و کلی تجهیزات نظامی داره ارسال میشه به مناطق مرزی، مناطقی که احتمال داره توش درگیری به وجود بیاد. تو این قسمت می‌خوایم یه نگاهی به تاریخچه درگیری‌های بین هند و پاکستان بندازیم و یه نکته جالب رو بهش بپردازیم. آیا میدونستی که ایران توی جنگ هند و پاکستان برای پاکستان جنگنده خریده و بهش زیردریایی داده؟ اگر دوست داری که قصه ارسال هواپیماهای جنگنده پاکستان و خرید زیردریایی برای این کشور رو بدونی، در ادامه ویدیو من همراه باش. سلام، من علیرضا و اینجا چنل آرتاوانه. به چنل آرتاوان خیلی خوش اومدی. 3 اردیبهشت ماه بودی که یه گروه توریستی تو منطقه بایساران نزدیک منطقه توریستی پهلگام در ایالت جامو کشمیر هند هدف حمله تروریستی قرار گرفتن. 5 تروریست که به سلاح‌های اتومات AK-47 و سلاح کارابین M4 مجهز بودن به اتوبوس گردشگرا حمله کردن، مردا رو پیاده کردن و اونا رو مجبور کردن که برهنه بشن. دلیل این کار مهاجما هم این بود که از طریق آثار ختنه بتونن غیر مسلمان ها رو شناسایی کنن. البته مهاجما به این مورد بسنده نکردن و از هر کسی خواستن که چند تا آیه از قرآن رو بخونه و بعد با شلیک گلوله 26 نفر رو میکشن که 25 نفر از قربانی‌ها هندو بودن و 1 نفر هم مسلمان بین کشته‌ها هست که یه راهنمای محلی بوده که توریست‌ها رو هدایت می‌کرده و سعی کرده بوده جلوی تروریست‌ها رو بگیره. جبهه مقاومت در واقع ریبرندینگ لشکر طیبه حساب میشه، مسئولیت این حمله رو به عهده گرفت. اونها دلیل این عملیات رو سیاست اقامتی هند در کشمیر عنوان کردن. البته 4 روز بعد به خاطر واکنش بسیار شدید هند به این عملیات مسئولیت عملیات رو پس گرفتن، گفتن آقا یه اشتباه ارتباطی بوده و ما نبودیم. کی بود ما نبودیم اصلا. عملیاتی که TRF یا همون جبهه مقاومت انجام میدن بیشتر به علیه نیروهای پلیس و ارتش هند تو کشمیر هست و بعضی اوقات شامل غیر نظامی ها هم میشه. عملیات های اونها به شدت حرفه‌ای هستش و سیاست های اونها نرمتر از لشکر طیبه هست. هندی‌ها معتقد هستن که TRF زیر نظر ISI پاکستان یا همون سیستم اطلاعاتی پاکستان عمل میکنه. اما واکنش هند به این حمله چی بود؟ دهلی بلافاصله بعد از این عملیات به طور رسمی پاکستان رو مقصر اعلام کرد و توی یه واکنش سریع اول وابستگان و رایزنان دفاعی و نظامی سفارت پاکستان در دهلی رو عنصر نامطلوب اعلام کرد و دستور داد که خاک این کشور رو ترک کنن. دهلی تصمیم به کاهش تعداد کادر دیپلماتیک سفارت خودش تو اسلام آباد از 55 نفر به 33 نفر رو گرفت و از این هفته هم قرار این قضیه اعمال بشه. اقدام دوم هند این بود که علاوه بر بستن گذرگاه‌های مرزی موسوم به اتاری در مرز واگه یا واگا در سمت پاکستان، تمامی ویزاهای صادر شده برای اتباع پاکستان رو لغو کرد و 48 ساعت به اونها مهلت داد تا خاک هند رو ترک کنن. سومین و مهمترین اقدام دهلی تعلیق پیمان آبی با پاکستان بود. وزارت خارجه هند در بیانیه واکنشی خودش اعلام کرد که پیمان آبی سند با پاکستان تا زمان توقف قطعی حمایت اسلام آباد از تروریسم تعلیق خواهد شد. این پیمان به این دو مشهور هستش و در سال 1960 بین دهلی به عنوان کشور بالادستی آب و اسلام آباد به امضا رسید. این پیمان درباره رودخونه سند و 5 شاخه اون هستش. جریان آب رودخونه سند و شاخه‌های اون به منزله شاهرگ حیاتی پاکستان تلقی میشن. تو خصوص سند، رودخونه سند و این پیمانی که بین پاکستان و هند بسته شده از دهه 60 میلادی تا الان، یعنی 65 سال هستش، با وجود اینکه یکی دو بارم جنگ اتفاق افتاد بین هند و پاکستان و بارها اینا درگیری‌های متعددی داشتن. همین 2020 هم با هم درگیر بودن، دهه 2000 هم با هم درگیر بودن، ولی هند هیچ وقت نیامده بود که این پیمان رو زیر پا بذاره و اعلام بکنه که دیگه اجازه ارسال آب به پاکستان رو نمیده. این یه نکته خیلی کلیدی هستش که حائز اهمیته. این بار هندی‌ها خیلی پرقدرت دارن وارد عمل میشن. هندی‌ها تو قدم بعدی به سبک اسرائیل تو کرانه باختری عمل کردن، یعنی رفتن سراغ مظنونین همکاری با تروریست‌ها و خونه اونها رو بدون اعلام قبلی منفجر کردن. اولین واکنش مقامات پاکستانی رد ادعای دهلی بود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که کشورش در حادثه پهلگام کشمیر دخالتی نداشته و این حادثه رو ناشی از اعتراضات بومی مردم به سرکوب و ظلم حکومت هند بیان کرد. محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هم اعلام کرد دهلی نو هیچ مدرکی در این رابطه
رابطه به اسلام آباد ارائه نداده و پاکستان برای صیانت از خاک و منافع ملی خودش با اقدامات تحریک‌آمیز هند مقابله به مصر خواهد کرد. کلا موضع‌گیری پاکستان یه مقدار مشکوکه تو این قضیه. و درگیری‌ها بین هند و پاکستان هم خیلی عجیب شده و پاکستان هم معتقده ارتش آزاد بلوچستان یا همون BLA زیر نظر سازمان اطلاعات هند فعالیت میکنه. اگر دوست داری که من BLA یا همون ارتش آزادی بخش رو هم که تو جنوب شرق با ما هم یه جورایی درگیر هستش و لشکر طیبه کامل بررسی بشه و یه ویدیو مفصل در مورد اینا بسازیم، حتما تو کامنت ها بهم بگو. اما یه ذره بریم عقب‌تر، بریم سراغ درگیری‌های ریشه‌دار بین هند و پاکستان، ببینیم چه خبر بوده و یه نگاهی هم به نقش ایران تو این درگیری‌ها بندازیم که حتی ایران جنگندن به پاکستان داده تو درگیری‌های گذشته. تو سال 1947 استعمار بریتانیا که سالها به شبه قاره هند حکومت کرده بود تصمیم به خروج گرفت، اما خروج اونها بدون دردسر هم نبود. هند بر اساس تفاهم‌های به دست آمده به دو کشور مستقل تقسیم شد، هند با اکثریت هندو، پاکستان با اکثریت مسلمان. اما مسئله‌ای به نام کشمیر باقی موند. کشمیر منطقه‌ای بود با جمعیت عمدتاً مسلمون ولی با یه حاکم مهاراجه هندو. مهاراجه یعنی شاهزاده. این مهاراجه اولش تمایلی به پیوستن به هیچ یک از این دو کشور یعنی هند و پاکستان رو نداشت، اما چند سال بعد با حمله قبایل پاکستانی و نیروهای غیررسمی پاکستان مهاراجه تصمیم گرفتش که به هند ملحق بشه. تا چاره دیگه‌ای هم نداشت و این اقدام جرقه اولین جنگ هند و پاکستان رو زد، جنگ 1947 و 1948. در نهایت با مداخله سازمان ملل خط آتش‌بس تثبیت شد و منطقه به دو بخش تقسیم شد. کشمیر تحت کنترل هندو که بهش میگن جامو کشمیر، کشمیر تحت کنترل پاکستان که بهش میگن منطقه آزاد کشمیر. ولی این مسئله آتش اختلافات رو خاموش که نکرد، هیچ به اون دامن هم زد. تو سالهای بعد هم چندین بار آتش جنگ به این واسطه شعله‌ور شد. یکیش سال 1965 بود که بازم جنگ سر کشمیر شروع شد. این بار ایران هم به صورت غیرعلنی از پاکستان حمایت کرد. تیمسار حسن طوفانیان تو مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران به کمک شاه به پاکستان اشاره کرده. اون میگه شاه منو احضار کرد و گفت طوفانیان فوراً سوار هواپیما شو، برو قرارگاه جنگی پاکستان و به پاکستان هر کمکی که میتونی بکن. این دستور باعث شد طوفانیان حداقل 90 فروند هواپیما از آلمان غربی و یه زیردریایی از ایتالیا به صورت مخفیانه برای کمک به پاکستان بخره. البته هندی‌ها فهمیدن و کم مونده بود قضیه برای ایران تبدیل به یک بحران دیپلماتیک بشه. طوفانیان از خرید جنگنده اسم میبره ولی خیلی واضح نیست که اسم جنگنده خریداری شده چی هستش. احتمالا یا T-33 هست یا F-86 که احتمال F-86 قوی تره. به هر صورت خلبانان آلمان غربی این جنگنده ها رو منتقل میکنن به دسفول و از اونجا خلبانان پاکستانی جنگنده ها رو میبرن پاکستان. وقتی هم که هند به ایران اعتراض میکنه بابت خرید جنگنده ها برای پاکستان، ایران یه رژه هوایی ترتیب میده و این جنگنده ها به زابل منتقل میشن و با نام و نشان ارتش شاهنشاهی ایران میان در رژه شرکت میکنن. یه بخشی از صحبت‌های تیمسار طوفانیان رو بریم بشنویم و برگردیم. بله، اون وقتش ما پاشتیم رفتیم و 90 تا هم خریدیم. وقت خریدیم یه روزی گرفتاری سیاسی پیدا شد. هندی‌ها اومدن اعتراض کردن شما حق نداشتین. عزیز من گفتش که گرفتاری شد. گفتم قربان دو تا چیز دارین، دو تا سولوشن اینجا دارین. گفت سولوشن چیه؟ گفتم یکیش اینه که منو بازجویی کنین زندانم کنین، اسمی بکنین. من اسمی بازجویی زندان. سولوشن دیگه‌اش، راه حل دیگه‌اش اینه که 20 روز دیگه 25 روز دیگه نمایش روز هواپیمایی، نمایش هوایی روز هوایی رو در مهرآباد بگیرین. من تمام این هواپیما رو با پرچم ایران میارم رجع میبرم. اینا رو خلبان آلمانی از آلمان اردو دسفول و خلبان پاکستانی از دسفول بردود پاکستان. گفتم من تمام اینا رو میارم رجع میبرم. فیض ایوب و موسی هم دعوت کردن اومدن نشستیم اونجا، ما هم نشستیم عقبشون. طیاره ها هم ترتیبات شد دادیم، اومدن زاهدان بنزینگری کردن، اومدن اصفهان بنزینگری کردن، اومدن رژه رفتن، با علامت ایران رفتن. من وابسته نظامی اسرائیل با هم دوست بود، انگلیسی بلد بود، گذاشتم بغل دست کور دیپلماتیک سفیر هند و وابسته نظامی هند. گفتم گوش بدی به اینا چی میگن، بیا به من گزارش بده. اومد و
بعد گفت اینا ماتشون بود. گفت ما 100% مطمئن بودیم هواپیما پاکستان. این طوفانی چیکار کرد ما نمی‌فهمیم. سال 1971 هم درگیری بین هند و پاکستان بالا گرفت، اما این بار موضوع متفاوت بود. این جنگ در مورد کشمیر نبود، این جنگ درباره پاکستان شرقی یا همون چیزی که ما امروز به اسم بنگلادش میشناسیم بود. چرا جنگ 1971 اتفاق افتاد؟ پاکستان تو اون زمان از دو بخش مجزا تشکیل شده بود. پاکستان غربی که همین پاکستان امروزی هست و پاکستان شرقی که میشه بنگلادش امروز. رابطه این دو بخش از ابتدا پر از تنش بود. پاکستان شرقی جمعیت بیشتری داشت، البته حجم کشورشون خیلی کوچکتر بود، ولی قدرت سیاسی و نظامی دست پاکستان غربی بود. تبعیض‌های شدید اقتصادی و سیاسی در نهایت به شورش مردم پاکستان شرقی در سال 1971 منجر شد. هند با حمایت از جدایی طلبان بنگلادشی به این بحران دامن زد و در نهایت ارتش هند مستقیما وارد جنگ شد. پاکستان غربی در موضع ضعف قرار گرفت و جنگ به نفع هند پیش رفت. تو این میان شاه هم به دنبال تثبیت نفوذ منطقه‌ای خودش بود و تصمیم گرفت به پاکستان کمک کنه. چرا؟ دلایل اصلی حمایت ایران از پاکستان همسایگی استراتژیک بود. ایران و پاکستان مرز طولانی و مشترکی داشتن. بی‌ثباتی پاکستان میتونست امنیت مرزهای شرقی ایران رو تهدید کنه. مورد بعدی دشمنی مشترک با هند بود. هند اون زمان روابط خوبی با اتحاد جماهیر شوروی داشت. در چارچوب جنگ سرد این به ضرر بروک غرب و ایران بود. از اون طرف پاکستان یکی از معدود کشورهای مسلمان همسایه بود که روابط بسیار حسنه‌ای با ایران داشت. طوفانیان بازم اینجا وارد عمل میشه و میره که به پاکستان کمک بکنه. اون بازم گفته که شاه شخصا بهش گفته که برو و به پاکستان هر کمکی که لازمه انجام بده. حالا چه کمک‌هایی به پاکستان ارائه شد؟ بر اساس منابع هندی کمک‌ها شامل کمک لوجستیکی بوده، مثلا سوخرسانی به هواپیماهای پاکستانی تو خاک ایران یا ارسال تسلیحات، مهمات و قطعات یدکی، تامین قطعات هواپیماها مثل هواپیمای T-36 و F-86 که پاکستان با توجه به محدودیت‌های خرید مستقیم از آمریکا به دلیل جنگ ایران این وسط واسطه شد و تجهیزات رو در اختیار پاکستان قرار داد. البته که آمریکایی‌ها اطلاع داشتن که ایران داره واسطه‌گری میکنه و این قطعات رو در اختیار پاکستان قرار میده، ولی چون هند در بلوک شرق قرار داشتش و پاکستان یه جورایی تو بلوک غرب بود، عضو سنتو هم بود، روی اینها چشم‌پوشی کرد و چیزی به ایران نگفت. همین الان هم ارتباط خوبی بین اسلام آباد و واشنگتن برقراره. هم پاکستان جنگندهای F-16 داره، هلیکوپترهای کبرا در اختیار داره و آمریکا از اینا پشتیبانی میکنه. دلیل اصلی هم که الان آمریکا ازش پشتیبانی میکنه داشتن بمب اتمه، چون پاکستان دارنده بمب اتمه و ماشاءالله هر گوشه‌ش هم یه گروه خیلی تکفیری عجیب غریب وجود داره. برای اینکه اسلام آباد بتونه از اینها محافظت بکنه از بمب‌های اتمیش، آمریکا بهش کمک‌های بلاعوض هم ارائه میده، ولی دیگه الان بیشتر ارتش پاکستان چینی شده و تجهیزات چین رو استفاده میکنه. به علاوه اینکه CIA و ISI پاکستان هم رابطه خیلی نزدیکی با هم دارن و با هم تبادلات اطلاعاتی انجام میدن. منابع خارجی در مورد کمک‌های ایران به پاکستان چی میگن؟ منابع هندی و پاکستانی هم این کمک‌ها رو هر جفتشون تایید کردن، گرچه با شدت و ضعف‌های متفاوت. روزنامه‌های پاکستانی از حمایت برادرانه ایران نوشتن، اما برخی تحلیلگران هندی مدعی شدن که بدون کمک‌های لوجستیکی ایران پاکستان زودتر سقوط می‌کرد. از جمله منابع قابل ذکر میشه به هند و آرشیو اشاره کرد که یه سری مقالاتی رو در دسامبر سال 1971 در همین رابطه منتشر کرده. داون نیوزپیپر آرشیو هم یک منبع پاکستانی هستش که گزارش‌ها از حمایت لوجستیکی ایران رو منتشر کرده. اما در نهایت علیرغم کمک‌های ایران پاکستان شکست خورد و پاکستان شرقی به یک کشور مستقل به نام بنگلادش تبدیل شد. پاکستانی‌ها خیلی زود جواب محبت ایران رو دادن و سال 1974 علیرغم تاکید شاه به ذوالفقار علی بوتو برای عدم دعوت قذافی به دومین اجلاس سران اسلامی، ولی قذافی به این اجلاس دعوت شد و شاه هم به دلیل حضور قذافی نرفت پاکستان. چند وقت بعد پاکستان از ایران خواست تا آزمایش اتمی هند رو محکوم کنه، ولی شاه این کارو نکرد. بعد از پیروزی انقلاب در ایران، پاکستان اولین کشوری بود که جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت و به انقلابیون تبریک گفت. داستان‌های هند و پاکستان همچنان و بعد از سال 1971 هم ادامه داشت. تو سالهای اخیر خیلی عجیب و غریب شده و دامنش افزایش پیدا کرده. چرا این اتفاق افتاده؟ سال 2013
و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین یک ابتکاری رو معرفی کرد به نام یک کمربند یک راه. مسیرهای کریدوری که قرار بود کالا رو از چین منتقل کنن به کشورهای غربی در اروپا و مواد اولیه را کشورهای غربی وارد بکنه. این کشورهایی هم که این بین بودن هم منفعت می‌بردن از صادرات، هم منفعت می‌بردن از واردات. و یک بحث و درگیری بین هند و چین آغاز میشه. یکی از مسیرهایی که چینی‌ها خیلی روش تاکید دارن بحث پاکستان هستش. تو همین منطقه کشمیر پاکستان یه جاده خیلی گران قیمت و اتوبان چند بانده رو چینی‌ها احداث کردن. بندر گوادر رو هم که گرفتن و دارن کار میکنن و بحث توسعه‌اش رو دارن انجام میدن. هندی‌ها چیکار کردن؟ اومدن BLA رو مجهز کردن، ارتش بلوچستان آزاد رو، و اینا مدام میرفتن به پیمانکارای چینی حمله میکردن، به نیروهای ارتش پاکستان حمله میکردن، سعی می‌کردن منطقه رو ناامن بکنن. یکی از حملات اخیرشون به همین قطاری بودش که تو پاکستان حمله کردن، 178 نفر اونجا کشته شدن و احتمالاً پاکستان در جواب اون حمله بود که اومد این حمله رو تدارک دید که جواب هندی‌ها رو در واقع بده. این بحث یک کمربند یک راه و ابتکاری که چینی‌ها دارن انجام میدن باعث شده که منطقه یه ذره به هم بریزه. ما با کشورهای عربی یه درگیری‌های بینمون ایجاد شده به خاطر اینکه یه کریدوری رو داره ازش حمایت میکنه هند به اسم عرب مد. چندین بار تو ویدیوهای قبلی من در مورد این عرب مد صحبت کردم که کالا از هند بیاد انتقال پیدا کنه امارات، از اونجا از طریق عربستان سعودی و اردن برسه به اسرائیل و از طریق بندرهای اسرائیل صادر بشه به کشورهای اروپایی و مواد اولیه هم از همین مسیر دوباره بیاد. یکی از دلایل 7 اکتبر میشه گفتش که برهم زدن توافق بین اسرائیل و عربستان سعودی بود که این معاهده‌ای که هندی‌ها دارن ازش حمایت میکنن اون به هم بزنه و این داستان‌ها اینجوری ادامه داره. اگر که برامون کامنت بذارید ما مفصلا به این قضايا میپردازیم. یک کمربند یک راه رو معرفی میکنیم، دوباره عرب مد رو هم معرفی میکنیم، بحث آذربایجان، ایران، عربستان، ترکیه اینا خیلی مهمن. هند، پاکستان بسیار اهمیت دارن. الان افغانستان هم نقش کلیدی داره. حاکمانش خیلی عاقلانه رفتار نمیکنن توی این قضايا ولی تاثیر داره، کاملا میتونه تاثیرگذار باشه تو همین یک کمربند یک راه. اگه کامنت برام بذارید ما این ویدیو رو که ویدیو مفصلی هم خواهد بود تولید میکنیم، منتشرش میکنیم، در اختیار شما قرار میدیم. در خصوص این ویدیو اگر که نظری داری با من به اشتراک بذار، حتما برامون کامنت بذار. کانال ما رو اگه سابسکرایب نکردی همین الان کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن که ما اگر ویدیو جدید منتشر کردیم از اون با خبر باشی و حتما ویدیو رو با دوستات به اشتراک بذار. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. تا ویدیو بعدی به خدای بزرگ میسپارم.